در یک باغ حیوانات در ژاپن یک طفل خرد میمون به دنیا آمد. او هنوز زندگی را نفهمیده بود. هنوز گرمی مادر را نشناخته بود و ناگهان مادر نبود. نه آغوش، نه صدا، نه محافظت. او خرد بود، بسیار خرد و تنها. وقتی دیگر میمونها او را قبول نکردند و حتی زدند، او نمیدانست چرا. او تنها میدانست که میترسد. کارمندان باغ به او یک لختک دادند، یک لختک عادی، اما برای او آن لختک مادر شد. او آن را به آغوش می گرفت، با آن می خوابید، با آن می چسبید. مثل طفلی که می ترسد باز کسی را گم کند. شما تصور میکنید حیوان است اما درد دارد و خواهش محبت دارد. اما برادران و خواهران، ما یک حقیقت را میدانیم. الله تعالی میفرماید در سوره طه آیت 46: فاستعیذ بالله قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. یعنی نترسید، همانا من با شمایم، میشنوم و میبینم. حتی اگر یک مخلوق در گوشه دنیا تنها باشد، الله تعالی میبیند و میشنود. حتی اگر دل بی مادر بتپد، الله میشنود. و ما چرا خود را تنها حس میکنیم؟ پس باید به همدیگر مهربانی کنیم. هفته گذشته رسامان، هیکلسازان در شهرهای کلان جهان، در نیویورک، در لندن، در خود ژاپن هیکل این میمون را با لختک ساختند. هزاران نفر از نزدیک تماشا کردند. آنها میخواستند که آدمان بفهمند هر یک دلی تنها، هر یک نفری که میترسد احتیاج به محبت دارد. و در بعضی کشورهای برفدار به مانند شویتسیا، کانادا، روسیه، آدمان حتی میمونچه را با لختک از برف ساختند. هر لحظه، هر حرکت پیام امید و مهربانی میفرستد. با آن نگاه کنید، فکر کنید و حس کنید. امروز اگر مادرتان زنده است، آغوشش کنید. اگر پدرتان زنده است، با محبت گپ زنید. اگر دوستی تنها دارید، به او مهربانی کنید. حتی یک کلمه، یک تبسم میتواند دل او را گرم کند. حتی میمونچه در ژاپن برای یک لختک گریه میکند و آن را مادر میخواند. ما انسانیم. الله با ما است و مهربانی میتواند تنهایی ما را سبک کند.